سلام، من سارا هستم. امروز میخوایم در مورد یک قاتل سریالی صحبت بکنیم. اون قاتل سریالی کیه؟ تد باندی. احتمالا راجع به تد زیاد شنیدین و مطمئنا ویدیوهای زیادی هم در موردش دیدین. ولی خب این ویدیو با بقیه ویدیوها فرق میکنه. چرا؟ چون ما قراره بیشتر در مورد اختلالات شخصیتی تد صحبت بکنیم و اینکه چرا تد باندی تبدیل شد به تد باندی. خب اسم اصلی تد در واقع تئودور رابرت باندیه که متولد 24 نوامبر 1946. تد از همون بچگیش رفتارهای خیلی عجیب غریبی داشته و همچنین زندگی و روابط عجیب غریبی هم داشته. یعنی چی؟ یعنی تد تا مدت‌های خیلی طولانی و زیادی فکر می‌کردش که پدر بزرگ و مادر بزرگش در واقع پدر مادر واقعیش هستن و مادر واقعیش که باهاش توی خونه زندگی می‌کرده در واقع خواهرشه. ولی خب نسبت‌ها واقعا این نبودن و مطمئنا وقتی که تد باندی متوجه میشه که اون نسبت‌هایی که فکر میکرده واقعی نبودن، ضربه خیلی بزرگی بهش وارد میشه. تد از همون بچگی همونطور که گفتم رفتارهای خیلی خشنی داشته. مثلا همیشه سعی میکرده که به حیوونا آزار برسونه، حیوان آزاری بکنه، حیوونا رو بکشه، شکنجه بده و چون زورش به آدم‌ها و بزرگسالا نمیرسیده، عقده‌اشو سر حیوونا خالی میکرده. البته که یه سری رفتارهای عجیبم با بزرگسالا داشته. مثلا عمه تد تعریف میکنه که وقتی که یه شب خواب بوده یهو از خواب میپره و میبینه که تد دور تا دور عمش رو چاقو چیده و همینجوری با داره نگاهش میکنه. مطمئنا خب خیلی میترسه دیگه و عمه تد تعریف میکنه که هیچ کس رفتارهای تد رو جدی نمیگرفته و هیچ کس عملا هیچ کاری برای تد نکرده، نه برای بهتر زندگی کردن تد، نه برای درمان تد. برای همین که تد تبدیل شد به تد باندی. حالا اولین قتل تد کی اتفاق میفته؟ توی سن 14 سالگیش. یعنی تد توی 14 سالگی به این نتیجه میرسه که خب دیگه هر چقدر حیوان آزاری کردم بسه، دیگه من باید جدی وارد قضیه جنایی بشم و بالاخره یه اسمی در بکنم. یعنی چی که همش دارم حیوونا رو میکشم؟ برای همین میره توی همسایه هاشون میگرده و میبینه که یه خونه یه بچه 8 ساله دارن، یه دختر بچه 8 ساله به اسم آن و آن رو تد توی سن 14 سالگی میدزده و متاسفانه اون بچه 8 ساله رو به قتل میرسونه. البته که پلیسا بیان کردن که تد اولین قتلش تو این سن نبوده و قبل از این سن هم قتل‌ها و جنایت‌های دیگه هم انجام داده. ولی خب تد گردن نگرفته، گفته نه، من اولین قتلم همون 14 سالگی بوده، هر چیزی که دارید به نسبت میدین دروغه، الکی نندازید گردن من. که البته این گردن نگرفتن تد فقط به اینجا ختم نمیشه، حالا میام جلوتر متوجه میشید. تد باندی همینطوری شروع میکنه به آدمربایی، به تعرض، به آزار جنسی و به اذیت کردن دخترها و خانمها. و یه جایی متوجه میشه که من دیگه فقط به خاطر اینکه آثار جرم از بین ببرم، به خاطر اینکه شاهدها رو از بین ببرم آدم نمیکشم. این آدم کشتن داره به من خوش میگذره، یعنی از اینکه دارم آدم میکشم خوشحالم، حالم خوبه و احساس میکنم من واسه این کار ساخته شدم، واسه آدم کشتن. واسه همین تمرکزش رو بیشتر گذاشت روی آدم کشتن. واسه همینم هستش که تبدیل شد به یک قاتل سریالی. یعنی اوایل میگفت من آدم میکشم فقط به خاطر اینکه شاهد رو از بین ببرم، که تو هچل نیفتم. ولی بعد از این مدت دیگه کلا کارش شد این که قتل انجام بده. درسته که تعرضم انجام میداد ولی قتل هدف اصلیش بوده. تد تعریف میکنه که من خیلی خوشم میامد از اینکه قتل انجام بدم و خیلی بهم احساس خوبی میداد. احساس میکردم که من رو تمام قربانیام تسلط دارم و میتونم هر کاری که دلم میخواد باشون انجام بدم. که خب اینا همه برمیگرده مطمئنا به اختلال‌های شخصیتی که تد داشته. روانشناسایی که روی تد تحقیق کردن متوجه شدن که تد یه سری اختلالات شخصیتی داشته که چند تاشون رو من الان براتون تعریف میکنم و بیان میکنم که پررنگ‌ترین اختلالات شخصیتی تد بودن. اولین اختلالی که تد درگیرش بوده اختلال ضد اجتماعی بوده.
اختلال ضد اجتماعی چیه؟ اختلالیه که فرد هیچ احساس مسئولیتی نداره و اصلا دلش نمیخواد که به قوانین اجتماع و قوانین جامعه که تو زندگی میکنه پایبند باشه. یعنی قانون شکنی میکنه، اصلا براش احساسات مردم مهم نیست، اصلا براش مهم نیستش که داره به دیگران و به جامعه آسیب میزنه و فقط خودش برای خودش مهمه. اختلال بعدی که تد باندی داشته اختلال سایکوپاتی بوده. این اختلال چیه؟ اختلالیه که فرد احساس میکنه که خیلی جذابه یا حداقل یک جذابیت سطحی داره و داره اعتماد به نفس بالاییه و میتونه طرف مقابلش رو به خوبی به خودش جذب کنه. برای همینه که تد باندی خیلی از دخترها رو میتونست به خودش جذب کنه. اگه فکر میکنی که تد قربانیاشو فقط میدزدیده یا به زور میبردتشون و بالا سرشون میآورده، سخت اشتباهی. بیشتر افرادی که تحت تاثیر خشونت‌های تد قرار گرفتن و قربانی تد بودن خودشون به تد اعتماد کرده بودن. چرا؟ چون تد چهره جذابی داشته، خوش برخورد بوده، با اعتماد به نفس بوده و قابل اعتماد بوده. سریع بهش اعتماد میکردن. یعنی تد از این اختلال شخصیتیش برای قتل استفاده کرده، به جای اینکه میتونست برای خیلی کارهای دیگه ازش استفاده بکنه. ولی خب یا تا میتونست به درمانش کنه، ولی خب تصمیم گرفتش که آدم بکشه. اختلال بعدی که تد درگیرش بوده اختلال شخصیت خودشیفته است. اختلال شخصیت خودشیفته چیه؟ اختلالیه که فرد فکر میکنه که خیلی از همه برتره، خیلی از همه بهتره و هیچ کس به گرد پاشم نمیرسه. خب مطمئنا تدم همچین تفکری داشته دیگه. من خیلی خفنم، نه خیلی خوبم، خیلی خوشتیپم، پس آدم میکشم. چی از این بهتر؟ آره خیلی عجیبه میدونم، ولی عجیب بودن تد به همینجا خاتمه پیدا نمیکنه. یعنی تد یه سری اختلال شخصیتی داشته که خب تا الان بیانش کردیم و در مورد این اختلالات یه چیزایی میدونستیم، ولی یه دوتا اختلال دیگه داره که یه ذره شخصیت تد رو عجیب غریب تر میکنه. اون اختلالات چیه؟ اولین اختلال که عجیب ترش میکنه تد رو اختلال سادیسمیه که خب میدونیم دیگه اختلال سادیسمی چیه. خیلی علاقه داره که به دیگران آسیب بزنه، از آسیب زدن به دیگران لذت میبره، خوشحال میشه، بهش خوش میگذره و حتی از به یاد آوردن اون بلاهایی که سر قربانیاش آورده یا حتی از تعریف کردنش هم حس خوبی بهش دست میده. یعنی وقتی تد داشت برای خبرنگارا یا روانشناسا یا توی دادگاه از جنایاتش میگفت، قشنگ خوشحال بوده. یعنی قشنگ معلوم بودش که میگفت من این کار کردم ها، میبینی من چقدر خفنم. دقیقا تو خیلی خفنه باش. یه اختلال دیگه هم که تد داشته اختلال نکروفیل بوده. حالا اختلال نکروفیل چیه؟ این اختلال تقریبا میشه گفتش که تد رو فول پکیج میکنه. یعنی تد هم هر نوع اختلالی که فکرشو بکنید داشته، نگفته حداقل این یه دونه اختلال رو نداشته باشم، اینم برداشته گفته اینم من میخوام. اختلال نکروفیل چیه؟ اختلالیه که یک فردی تمایلات جنسی به مرده ها داره. بله، به مرده ها. یعنی چی؟ یعنی یا میره قبر رو میشکافه و جنازه رو در میاره و بهش تعرض میکنه و رابطه جنسی برقرار میکنه، یا آدم میکشه و بعد از اینکه اون فرد رو به قتل میرسونه به جنازش تعرض میکنه. که خب تد مطمئنا همین کار میکرده، مدل دوم بوده، قتل انجام میداده، در حین اینکه قبل از قتل به اون فرد تعرض کرده بوده، بعد از قتل که اون فردم به قتل میرسه و کشته میشن جنازه‌ش رو توی خونش نگه میداشته تا مدتی که اون جنازه فاسد بشه و بو بگیره تد باش رابطه جنسی متاسفانه برقرار میکرده. و حالا من اینجا یه پرانتزی باز کنم، چون به اجساد اشاره کردم. تد یه اخلاقی که داشته از تمام اجساد و از تمام قربانیاش یادگاری نگه می‌داشته. یعنی چیکار می‌کرده؟ یه گوشواره‌ای، یه علنگویی، یه تیکه پارچه‌ای، چونم دستبندی، یه چیزی نگه می‌داشته. ولی بیشترین یادگاری که خیلی دوست داشته نگه داره
سر قربانیاش بوده. یعنی خب تا مدت خیلی طولانی که جنازه رو نگه می‌داشته پیش خودش و رابطه جنسی برقرار میکرده. بعد از اون که جنازه رو میبره یه جا ول میکنه یا خاک میکنه، سرش رو میبره میاره خونه و تا مدتی که اون سرم بو بگیره نگهش میداره. واقعا تد خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خب حالا میخوام در مورد نحوه دستگیر شدن تد صحبت بکنم و اتفاقاتی که بعد از دستگیر شدن تد میفته. تد به خاطر یه سری جرایم کوچیک و سطحی دستگیر میشه، مثل سرعت زیاد رانندگی کردن یا چه میدونم مثل اینکه مثلا گزارش داده بودن که تد یه دختری رو داشته تعقیب میکرده یا مثلا ازش شکایت کرده بودن که آقا این خیلی به من بد نگاه میکنه، چند وقتی که من دارم دور و بر خودم میبینمش فلان و این حرفا. و خب تد دستگیر میشه. تد فکر میکرد که خب این دستگیری خیلی سطحیه و خب اتفاقی برام نمیفته دیگه، اینه که نمیدونم من چیکار کردم. ولی سخت در اشتباهه. چرا؟ چون یه شکایت داشته. شکایتش چی بوده؟ شکایتش آدم ربایی بوده. یعنی یه نفر اومده شکایت کرده که تد باندی میخواسته منو بدزده و به من آسیب بزنه. اون فرد کیه؟ اون فرد کارول بوده. کارول تعریف میکنه که وقتی که 18 سالش بوده، یه روز با این که میدونسته که توی سطح شهر یه آدم دیوونه داره میچرخه که دختر رو میدزده، بهشون تعرض میکنه و به قتل میرسونتشون، ولی فکر میکرده که نه، این اتفاق برای من نمیافته و من تو محدودیت امنی دارم زندگی میکنم. برای همین یه روز رفته بوده واسه خودش بیرون و یه پلیس جلوی راه کارولو میگیره. اون پلیس کی بوده؟ آفرین، تد باندی. تد میاد پیش کارول و بهش میگه که یه فردی میخواسته ماشین تو رو بدزده و به خاطر اینکه بیای شکایتتو ثبت بکنی باید همراه من بیای به ایستگاه پلیس. خب کارول با خودش فکر میکنه که درسته که یه قاتل سریالی داره توی سطح شهر خودش ول میچرخه، ولی مطمئنا اون قاتل این پلیسه نیست. پلیسه دیگه، مگه میشه پلیس قاتل سریالی باشه؟ و همین بهش اعتماد میکنه، وارد ماشین تد باندی میشه و با هم دیگه میرن که برن مثلا ایستگاه پلیس. ولی وقتی که کارا سوار ماشین میشه احساس میکنه یه چیزایی این وسط اشتباهه، یعنی یه چیزایی سر جای خودش نیست. مثلا به در سمت شاگرد نگاه میکنه و به دستگیره هاش نگاه میکنه، میبینه دستگیره ها مشکل دارن و سمت مسافرها هم نگاه میکنه و میبینه که دستگیره اصلا ندارن و خب خیلی عجیبه دیگه، چرا باید ماشین پلیس دستگیره نداشته باشه درش؟ وقتی که کارول یه ذره استرس میگیره و متوجه میشه که یه چیزایی این وسط درست نیست، تد متوجه میشه که خب قربانی من الان به من شک کرده و احتمال اینکه بخواد فرار کنه خیلی زیاده. پس چیکار کنم؟ اسلحه‌مو در بیارم، بگیرم سمتش و بگم که ببین من تو رو دارم میدزدم، پس بهتره که آروم بشینی و با من بیای. چه خبر داری شلوغش میکنی؟ یه دزدی دیگه. ولی خب کارول اون روز تصمیم گرفته بودش که قربانی تد باندی نباشه. یعنی با خودش فکر کرد که ببین درسته که الان تو رو دزدیده، درسته که تو الان پیش تد باندی هستی، ولی تو قرار نیستش که جزء اون لیست قرار بگیری، یعنی جزء لیست قربانیای تد باندی. و تمام تلاشش رو میکنه که از دست تد فرار کنه و موفق هم میشه. میتونه فرار بکنه و همین که فرار میکنه مستقیم میره ایستگاه پلیس و تد رو گزارش میده. ولی خب تا ماهای خیلی خیلی طولانی همیشه ترس داشته، اعتماد نمیتونسته به کسی بکنه و همیشه احساس میکرده که توی منطقه ناامن داره زندگی میکنه. حتی نمیتونسته از خونه بره بیرون تا مدت خیلی طولانی، تا اینکه یه روز تلفنش زنگ میخوره و پلیس بهش خبر خوبو میده که ما یه فرد رو پیدا کردیم که با مشخصاتی که تو در مورد اون فردی که میخواسته به تو آسیب بزنه و تو رو بدزده تقریبا تطابق داره، بهتره که بیای و شناساییش بکنی. خب کارول میره ایستگاه پلیس و با اینکه اون روزی که تد میخواسته کارولو بدزده خیلی تغییر قیافه داده بوده، ولی کارول تا تد رو میبینه توی ایستگاه پلیس میگه که خودشه، همونی که میخواسته منو بدزده. و اینجا میشه که تد یه هچل میفته. پلیس بیشتر در موردش تحقیق میکنه و یه سری گرمکاریایی که کرده بوده میزنه بالا و متوجه میشن که بله ایشون همون قاتلیه که متاسفانه ما نتونستیم خیلی مدت‌های طولانی بگیریمش و هی قتل‌هاش زیادتر شد. ولی فکر نکنی که این آخر ماجراست. تد دستگیر میشه، دادگاهی میشه و بعد اعدام. نه.
تد 2 بار از زندان فرار میکنه. اولین فرار تد باندی از کتابخونه بوده. چرا از کتابخونه بوده؟ به خاطر اینکه به دادگاه میگه که من خودم میخوام وکالت خودم رو قبول کنم. فکر کنید به وکیلی که شما معرفی میکنید اعتماد دارم و خودم میخوام وکالت خودم رو قبول کنم و برای اینکه بتونم خیلی خوب از خودم دفاع کنم لازمه که یه چند تا کتاب مطالعه کنم. پس کتابخونه دادگاه رو در اختیار من قرار بدین. و خب قاضی هم میگه باشه میتونی بری از کتاب استفاده بکنی و خب ما پلیس داریم دیگه اینجا حواسشون هست. ولی خب حواسشون نبود. تد از پنجره کتابخونه فرار میکنه. وقتی که فرار میکنه یه مدت واسه خودش ول میچرخه و دستگیرش میکنه. ولی دوباره تد فرار میکنه، از سلولش تونل میزنه، چند کیلو وزن کم میکنه که بتونه فرار کنه و فرار میکنه. دومی فرار تد با دسامبر 1977 بوده که تد فرار میکنه و یه مدتی بیرون از زندان واسه خودش همینجوری ول میچرخه و خب دلش برای قصد کردن تنگ میشه. میدونی تد که هیچ تفریحی نداشته، تنها تفریح تد بیچاره آدم کشتن بوده دیگه. برای همین وارد خوابگاه دخترانه میشه توی فلوریدا و 2 دختر طفلکی رو به قتل میرسونه و در نهایت تد برای آخرین بار، قول میدم دیگه این آخرین باره، تد برای آخرین بار 15 ژانویه 1977 دستگیر میشه و بالاخره دادگاهی میشه. دقیقاً 9 سال بعد از تمام جنایتایی که کرده بود و تمام آدم‌هایی که به قتل رسونده بود دستگیر میشه. شاید براتون سوال باشه که این اختلالاتی که من در مورد تد بیان کردم و راجع به صحبت کردم چه نشونه هایی توی رفتارهای تد داشته؟ مثلا همین خودشیفتگی که در مورد تد بهتون گفتم و اینکه گفتم که تد توی دادگاه گفته بود که من خودم میخوام وکالت خودم رو قبول کنم، به خاطر این بودش که میخواست بگه که ببینید من خیلی خفنم. میبینید من اولین نفریم که خودم میخوام وکالت خودم رو قبول کنم. فکر کردید چی؟ خب این برمیگرده به اختلال خودشیفتگیش دیگه. انقدر خودشیفته بوده که فکر میکرده که مثلا با 2 واحد 3 واحد حقوقی گذرونده میتونه وکالت خودش رو قبول بکنه دیگه. و خیلی هم خوب تلاش کرد، یعنی تا مدت خیلی طولانی تونسته بود دادگاه و مردم رو گول بزنه و بگه که آقا من قاتل نیستم، با من یه آدم تفلکی و بیچارم، نامزدم رو دارم، خونه زندگیمو دارم و خب خیلی چیزایی دیگه. و بالاخره تد به اعدام محکوم میشه با صندلی الکتریکی و تو 24 ژانویه 1989 تد با 41 شاهد توی سن 41 سالگی اعدام میشه. ولی قبل از اعدام، یعنی روز قبل از اعدام، بیان میکنه که من میخوام یه صحبت جدیدی بکنم که احتمالاً خیلی براتون برگریزون باید باشه و درخواست میکنه که با دکتر جیمز دابسون که روانشناس بوده مصاحبه بکنه و یه حرفای خیلی جدیدی بزنه. و حرفای جدیدی که زد این بودش که حالا فیلمشو براتون میذارم با زیرنویس که حتما فیلمشو ببینین، یه بخشی از صحبتاش رو. در مورد این بودش که ببینین اگه من قاتل شدم به خاطر رسانه‌های خطرناک و به خاطر یه سری اتفاقاتی که تو جامعه میفته است، وگرنه من ارتباط خیلی خوبی با پدر بزرگ خشنم داشتم، خانواده خیلی خوبی داشتم، کودکی خیلی خوبی داشتم، بچه خیلی خوب و آرومی بودم. باشه باورمون شد تو خیلی خوب بودی، باشه. و تد نزدیک های روزهای اعدامش، یعنی تا مثلا 1 هفته مونده به اعدامش، 1 ماه مونده بود به اعدامش، علاوه بر اینکه هی یه چیزای جدید و نصف نیمه به پلیس و دادگاه ارائه میداد به خاطر اینکه بتونه زمان بخره که دیرتر اعدامش بکنن، دیگه این آخریات دید نه این کار جواب نمیده. یعنی اینکه من بخوام بگم که آقا من میخوام یه حرف جدیدی بهتون بزنم که قتل جدیدی رو اعتراف بکنم، دیگه جواب نمیده. دیگه واقعا قراره من تو اون تاریخ اعدام بشم. نزدیک های روزای اعدامش میگفتش که من میخوام خودکشی کنم. خیلی رندوم. واو چه شجاع. اینکه به مردم و به دادگاه و به پلیس ها این حس رضایت رو نده که بالاخره تونستیم این قاتل وحشتناک رو اعدام بکنیم و از بین ببریمش. میخواست بگه که آقا ببینین درسته که شما میخواین منو اعدام بکنین ولی من خودم هم میخوام بمیرم، پس شما در واقع کار خوبی نمیکنین. یعنی
خوشحال نباشید که دارید من اعدام میکنید و من شکست خوردم. نه، در واقع شما شکست خوردید، چون من خودم رو بالاخره میخواستم بکشم. و اینکه بالاخره تد اعدام میشه و وقتی که جسدش از زندان میارن همه خیلی خوشحال بودن، همه جشن میگرفتن و خیلی 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 خوشحال بودن از اینکه این آدم وحشتناک بالاخره اعدام شده. تد به 30 تا قتل اعتراف کرد، ولی پلیس ادعا داره که تد 150 تا قتل انجام داده که خب گردنشون نگرفته و خب یه سری اجسادی هم که گفته آقا من اینا رو کشتم، ولی هیچ وقت نگفت که کجا دفنشون کرده و اجساد اون بیچاره‌ها کجاست. یعنی خانواده‌شون هیچ وقت نفهمیدن که عزیزشون کجا دفن شده، چه بلایی سر بدنش اومده. یعنی یه خاک هم نداشتن که برای بچه‌شون بخوان یا برای عزیزشون بخوان عزاداری بکنن. حالا میرسیم به بررسی تد باندی توسط روانشناسا. این سوال مطرح شد برای روانشناسا که آیا ژنتیک باعث شده بودش که تد به این مرحله برسه که این همه جنایت بکنه، یا عوامل محیطی که همون پدر بزرگ خشن، روابط خانوادگی عجیبی که داشت و کودکی عجیبی که داشته باعث شده. که خب روانشناسا مطرح میکنن که درسته که تد ژنتیکش رو داشته، خب چون پدر بزرگش خشن بوده، پدر بزرگش هم حیوان آزاری میکرده، پدر بزرگش دست به زن داشته و خب آدم خیلی خشنی بوده. درسته که تد این ژنتیک رو درون خودش داشته، ولی به خاطر اینکه توی اون محیط و کنار پدر بزرگش بزرگ شده و زندگی کرده، این ژنتیک بروز پیدا کرده. ببینید طبق چیزهایی که روانشناسا و کتابای روانشناسی بیان میکنن اینه که 90% اختلالات روانی به ژنتیک برمیگرده، یعنی همش زیر سر ژنتیکه. ولی چی میشه که مثلا توی یک خانواده یه بچه‌ای مثل تد قاتل میشه، یه بچه‌ای نه خیلی عادی زندگی میکنه و حتی خواهر برادر هستن؟ چی میشه که این اتفاق میفته؟ همش برمیگرده به کودکی اون بچه که تو کودکی چه بلایی سرش آوردن، چه رفتاری باهاش کردن. هر چقدر کودکی آرومتری داشته باشه، هر چقدر ترومای کودکی کمتری بچه داشته باشه، به بزرگسال بهتری تبدیل میشه. امکان داره که یه سری اختلالات درون همه ما باشه پیدا نکنه. یعنی تنش توی خونه پرتنش و استرس و خشنی بزرگ بشیم، احتمال داره که اون ژنتیکی که اون اختلالی که هیچ وقت قرار نبوده پررنگ بشه، بروز پیدا بکنه، یهو سر باز بکنه و به یه چیز خیلی وحشتناکی تبدیل بشه. پس روانشناسان بیان کردن که رفتارهای تد و اینکه تد تبدیل شد به تد باندی قاتل و به هیولایی به اسم تد باندی، نه فقط ژن و نه فقط محیط، بلکه ترکیب هر دوتای اینها بود که باعث شدش که تد باندی تبدیل بشه به تد باندی. خب این ویدیو هم تموم شد و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه نظری دارین، اگه پیشنهادی دارین، خوشحال میشم که برام کامنت بذارین و اگه بیشتر میخواین در مورد اختلالاتی که امروز در مورد صحبت کردم اطلاعات کسب بکنین، حتما برام بنویسین که تو ویدیوهای بعدی بیشتر در مورد این اختلالات صحبت بکنین. هرچند که ویدیو بعدی در مورد اختلالات جدیدتری هم صحبت میکنیم، ولی خب به اینا هم میپردازیم. من ممنون میشم اگه از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنین و کانال منو ساب بزنید. مرسی. Bye bye. And that's part of the tragedy of this whole situation, is because I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. I'm not saying this was Leave It to Beaver. It wasn't perfect. No, I don't know that such a home exists, but it was a fine, solid Christian home, and nobody, I hope no one will try to take the easy way out and to try to blame or otherwise accuse my family of contributing to this, because I know, and I'm trying to tell you as honestly as I know how, what happened, and I think this is a message I want to get across. But as a young boy, and I mean a boy of 12 or 13 certainly, that I encountered outside the home again, in the local grocery store, or the local
drugstore, the softcore pornography, what people call softcore. But as I think I explained to you last night, Dr. Dobson, in an anecdote, as young boys do, we explored the back roads and sideways and byways of our neighborhood, and oftentimes people would dump the garbage and whatever they were cleaning out of their house, and from time to time we'd come across pornographic books of a harder nature than more graphic, you might say, more explicit nature than we would encounter, let's say, in your local grocery store. And this also included such things as, let's say, detective magazines and more Those that involve violence. Yes, and and this is something I think I want to emphasize is the most damaging kinds of pornography. And again, I'm talking from personal experience, hard, real personal experience. The most damaging kinds of pornography are those that involve violence and sexual violence. Because the wedding of those two forces, as I know only too well, brings about behavior that is just too terrible to describe.